سلام به شما. امروز میخوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی یه متنی که موضوعش صداقته. میدونید یه چیزی که هممون میگیم خیلی مهمه، ولی خب تو عمل پیاده کردنش گاهی واقعا سخته، مخصوصا وقتایی که شاید حرف راست یکی دیگر رو ناراحت کنه. این متن کمک میکنه یکم بهتر بفهمیم صداقت دقیقاً چی هست، ابعادش چیه و چطور میشه هم صادق بود هم با ملاحظه. دقیقاً. و جالبیش اینه که وقتی از آدما میپرسی مثلا تو دوستی چی برات مهمه، خب صداقت معمولاً اون بالاهاست. ولی همین متنم میگه که ببین همیشه گفتن کل حقیقت، اونم بدون ملاحظه، بهترین راه نیست لزوماً. پس این تعادل کجاست؟ اینو میخواد باز کنه. آها، خب از کجا شروع میکنه؟ تعریفش چی از دید این متن؟ ببین اول سعی میکنه یه تعریف روشن بده. یعنی فراتر از فقط راست گفتن میره. به چیزایی مثل رکگویی، انصاف، درستی، حتی خلوص نیت اشاره میکنه. و یه تفکیک جالبی هم میکنه بین صداقت تو حرفامون، یعنی خب پایبند بودن به واقعیت‌ها، و صداقت تو رفتارمون، که این یعنی تظاهر نکنیم، کسی رو فریب ندیم. صداقت تو رفتار. آره، و جالب که میگه این دومی یعنی رفتار صادقانه شاید حتی سخت‌ترم باشه، چون خیلی نیاز به خودآگاهی داره، اینکه ببینی انگیزه هات چیه واقعاً. خب حالا چرا اینقدر مهمه که صادق باشیم؟ حتی وقتی سخته، چرا اینقدر روش تاکید میشه؟ متن چند تا دلیل کلیدی میاره. یکیش که خیلی اساسیه، اینه که صداقت یه جور نشونه احترامه. احترام؟ چطوری؟ یعنی وقتی با کسی صادقی، داری بهش نشون میدی که براش ارزش قائلی. فکر میکنی اون آدم لیاقت و ظرفیت شنیدن حقیقت رو داره و این خب پایه اعتماد رو میسازه دیگه. درسته. اعتماد خیلی مهمه. و از طرفی یه نگاه خیلی عملی هم داره. میگه صداقت کمک میکنه سریعتر به هدفت برسی. جالبه. چطور؟ وقتی شفافی، وقتی واضح میگی چی میخوای. مثلا به جای اینکه بگی خب شاید بد نباشه یه پیشرفتی بکنم، مستقیم بگی من مشخصاً دنبال یه موقعیت مدیریتی تو این بخش هستم. خب معلوم احتمال اینکه به نتیجه برسی بیشتره. ابهام رو کم میکنه. آها، فهمیدم. یعنی راهو کوتاه میکنه. و خب به نظرم زندگی روزمره رو هم راحت‌تر میکنه، نه؟ گفتی داستان‌هات یادت بمونه. از کلی سوء تفاهم جلوگیری میکنه. و یه نکته دیگه، آدمایی رو دورت جمع میکنی که با خود واقعی تو اوکی هستن، نه با یه نقاب. کاملاً. این خیلی مهمه. و یه بحث دیگهش آرامش روانیه. ببین این که هی بخوای افکار واقعیت رو سرکوب کنی، خب در دراز مدت اذیت کننده است. صداقت حتی اگه اولش سخت باشه، به مرور به عزت نفست کمک میکنه. یه نکته بامزه دیگه هم داشت راجع به بحث کردن. چی بود؟ میگفت صداقت انرژی رو ذخیره میکنه. به جای یه شاید الکی که فقط مشکل رو عقب میندازه یا یه جواب مبهم، یه نه محترمانه و قاطع وقتی واقعا نظرت منفیه، خب تکلیف رو روشن میکنه و تموم میشه میره. آره، این خیلی نکته خوبیه. چقدر انرژی میذاریم روی تعارفای بی‌مورد گاهی. اما برسیم به اون بخش حساسش. صداقت تو رابطه. دوستی، شراکت، روابط نزدیک. آها، اینجا متن خیلی تاکید میکنه که خب صداقت اساس و ستون روابط سالمه. اما یه امای بزرگ داره. هشدار میده که صداقت بی‌ملاحظه میتونه مثل دینامیت باشه، مخرب باشه. نباید از صداقت به عنوان یه چماق استفاده کرد که بزنیم تو سر بقیه. پس کلیدش چیه؟ چطور هم صادق باشیم هم ملاحظه کنیم؟ کلید واژه‌اش اینه: درایت، یعنی عقل و ملاحظه به خرج دادن. میشه نظر صادقانه داد بدون اینکه به شخصیت طرف حمله کنی یا خوردش کنی. مثالش هم خوب بود. به جای اینکه بگی وای این لباس چقدر چاقت کرده، میشه گفت فکر میکنم یه مدل دیگه بیشتر بهت بیاد، یا این رنگ شاید بهترین انتخاب نباشه برات. آها، یعنی تمرکز روی رفتار یا موضوع باشه، نه روی خود فرد. دقیقاً. پیام یکیه شاید، ولی نحوه بیانش هم احترام رو حفظ میکنه، هم احتمالاً طرف مقابل بهتر میپذیره. خب، حالا برای اینکه این نوع صداقت با درایت رو تو زندگی روزمره بیشتر کنیم، راهکار عملی هم داده؟
آره، چند تا نکته خوب داره. یکی که خیلی روش تاکید میکنه خودآگاهیه. اول خودمون رو بشناسیم، نقاط قوتمون، ضعفمون و بتونیم راجع بهشون صادقانه حرف بزنیم. این خودش کلی اعتبار میاره. یعنی اول با خودمون رو راست باشیم. بله. بعد یه نکته کاربردی دیگه اینه که قبل از اینکه یه نظر ناخواسته بدی، مخصوصاً اگه حساسه، اصلا بپرسی طرف مقابل دوست داره نظرت رو بدونه یا نه. میخوای نظرمو بگم؟ این خیلی جلوی گارد گرفتن رو میگیره. این خیلی خوبه. و یه نکته ظریف دیگه هم راجع به زبان و کلماتمون بود. میگفت از این عبارت‌ها مثل راستشو بخوای یا صادقانه بگم شاید بهتره بشه کمتر استفاده کنیم. چرا؟ چون یه جورایی ناخواسته این حس رو میده که انگار بقیه حرفامون اونقدرم صادقانه نبوده یا داریم خودمون رو تو موضع ضعف قرار میدیم. بهتره همیشه سعی کنیم صادق باشیم بدون اینکه لازم باشه هی روش تاکید کنیم. جالبه، نکته دقیقیه. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، این بررسی نشون میده که صداقت فقط یه ارزش اخلاقی خشک و خالی نیست. یه ابزار خیلی عملی و قدرتمنده برای ارتباط بهتر، برای روابط سالمتر، حتی برای آرامش درونی خودمون. به شرطی که خب با درایت و ملاحظه همراه باشه. دقیقاً، هدف نهایی همینه. یه جور ادغام کردن ارتباط صادقانه و محترمانه تو تار و پود زندگی روزمرمون. و شاید اون نکته‌ای که برای فکر کردن بیشتر باقی میمونه این باشه. متن خیلی روی صداقت با دیگران مانور داد. اما چالش و اهمیت صداقت واقعی با خودمون چیه؟ صداقت درباره انگیزه هامون، ترس هامون، خواسته های عمیق‌ترمون، این خودش شاید یه بحث کاملا جدا باشه. جای تأمل داره واقعا.